سلام علیکم. خوش اومدی به ایران. ممنون، سلامت باشی. از سوئد تا ایران رانندگی کردی. بله. مرسی. میشه خودت معرفی کنی، بیشتر بهمون بگی که چطور بود، چه کار کردی، چه کشورهایی طی کردی؟ من روزی یک شنبه با خانواده‌ام اینو با مادرم و خواهرم به همراه خواهر و مادر. بله. قرار بود ساعت 4 با کشتی از بندر ترلبوری سوئد بیایم سمت روستوک آلمان. نزدیکای ترلبوری بودیم که SMS اومد که آره 3.5 ساعت لغو خورده کشتیتون، یعنی تأخیر افتاده. ساعت 7:30 راه افتادیم، یک شب رسیدیم. بعد استراحتمو داخل همون کشتی کردم و ماشینم توی پارکینگ بود و بعد ساعت 1:30 که رسیدیم شهر روستوک آلمان، اونجا راه افتادیم سمت چک. کل مسیر خودت رانندگی کردی؟ تنها بودم دیگه. تنها خودت؟ آره. خواهر و مادر فقط همراه بودن؟ دقیقاً همراه بودن فقط. نترسیدی ماشینت خراب شه تو مسیر بمونی؟ تا ایران داریم یا این همه مسیر؟ خدا رو شکر که بخیر بود، چون سرویسو کرده بودم و لاستیکارم نو کرده بودم، خیالم راحت بود. بعد بیمه هم داشتم و گرین کارت و کاغذ همین بیمه سبزو گرفته بودم. هر اتفاقی داخل اروپا میافتاد شامل میشد. داخل ایرانو چطور؟ بابا زمان جنگ تو این اوضاع احوال اومدی ایران، نترسید خودتو بگیرن بازداشت کنن نگه دارن، ماشینتو نگه دارن؟ نه خدا شکر با شما در ارتباط بودم دیگه خیالم راحت بود. خب چون قبلا همچین تجربه خیلی بدی داشتم. اومدم هماهنگی نکرده بودم با کسی و لب مرز آشنا هم نداشتم، هی پاسکاری. یک سال قبل و سال قبل اومدم. آره. 4 روز ماشینم قبض انبار شد و توی مرز بازرگان دقیقاً گرفتار شدی. بله. این سری که با شما آشنا شدم، یعنی قبل از که بیام از طریق مجازی. ما رو چطور پیدا کردی؟ از طریق سایتتون داخل گوگل. سایتتون گوگل کردی. چت جی پی تی هم میاری شما رو البته. چت جی پی تی زدم سایت شما رو بود. من نمی‌دونستم. مرسی. بر روی لینک زدم اومد داخل گوگل، وارد سافاری شد و بسیار عالی. بعد همون نیمه شب من اصلا فکر شدم که ساعت 2-3 شب به وقت اروپا که پیام بدم شما جواب بدید. آره جواب دادید. بله. بعد تماس حتی گرفتیم، ازتون پرسیدیم میشه تماس بگیریم، گفتید بله. تا اون وقت برای من 50-50 بود اومدن با ماشین. ساعت 2 نصف شب اروپا بود. دقیقاً. اینجا 3:30 صبح 4 صبح ایران میشه. دقیقاً. بعد اصلا انتظار نداشتم مثلا که جواب بدید. بعد نمیخواستم زمینی بیام این سری، یعنی با شما که آشنا شدم کلا دیدم نسبت به سال گذشته عوض شد، خیالم راحت تر بود. از سوئد تا اینجا حدود چند کیلومتر رانندگی کردی؟ حدود 5-6 هزار کیلومتر شد. البته یه بریف در مورد خلاصه مطلب در مورد پلیس‌ها به من میگی؟ پلیسای اروپا یا توی مسیر اذیتت کردن یا نه؟ یا توی ایران اومدی اصلا با پلیس، یا توی ایران چطور بود؟ پلیس‌ها باشون برخوردی داشتی؟ چون خیلی از پلیس میترسن، فکر میکنن که میان اینجا پلیس‌ها مثلا ممکنه اذیتشون کنن اینا. اون تجربه شخصی خودتو بگی بهمون. توی مسیر که هر مرزی وامیستادم مدارکو نشون میدادم دیگه، اوکی بود. مثل عوارضی داخل همین ایران مدارکو نشون میدادم بعد آره وارد اون کشور میشدم. وارد ایران شدی چطور؟ وارد ایرانم که شدم به شما اطلاع دادم قبلش. البته یه جریمه‌ای داشتم از کاش 6000 لیر جریمه شده بودم با توسط دوربینای مکانیزه همین ترکیه. اونو پرداخت کردم، پول چنج کردم چون لیر نداشتم همراهم، کارت بانکم قبول نمی‌کردن. داخل همون گمرک با یه ایرانی آشناشم اونور مرز بود، کارم راه انداخت، دلار دادم، بعد بهم نقدی لیر داد. بعد جریمه پرداخت کردم، کلا پروسش 1 ساعت نیم ساعت. و توی ایران چطور؟ داخل ایرانم که نماینده شما اومد سر وقت، زودتر از من حتی. بله. نه پلیساش منظورمه. با پلیس بعد از اینکه ماشینم ترخیص شد یه جا منو نگه داشتن، ایستگاه تبریز بود. بعد مدارکو نشون دادم، همه چی اوکی بود. خوش برخورد بود. آره خوش برخورد. با تندی و نه خوش برخورد. چرا اومدی ایرانو؟ نه فقط گفت از عقبی چراغ زد، بعد من زدم بغل. گشت مسیر نگه داشتم. یه سورم بودش. آره. بعد درجه دارم بودن جفتشون. آره. بعد مدارکو گفت بیا، تو مادرم و خواهرم مدارک نخواستن، فقط از خودم راننده. آره. مدارک ماشین که ماشین مطمئن بشن آقا ماشین قاچاق وارد نشده. همین وظیفه ذاتی پلیس هر کشوریه که چک کنه، مخصوصا از اروپا که خارج میشی. من باید این داشته باشم که مثل پلیسای اروپا اصلا استاپ نکنن. شما پلاک ملی ایران هم رو ماشینت نیست. ما براتون گذر موقت تهیه کردیم با مدارک گذر موقت، با فقط کاغذی دارید به پلیس نشون میدید و پلیس حق داره که طبیعتا چک کنه که تاریخش نگذشته باشه، حضورتون مجاز هستش داخل کشور یا غیر مجاز هستش. بله. خب بسیار هم عالی. و اینکه
سعید خیلی به ما زنگ زدی خدا وکیلی. آره دیگه گفتم نه شما نگرانشی نه اینکه آقا چرا ساعت 3:30 شب به ما تماس میگرفتی میگفتی هستین یا نه؟ مگه تو اروپا کمپانی ساعت 3:30 شب جواب میدن؟ نه انتظار نداشتم واقعا. آره ولی دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. ما خوشحالیم که از اینکه به سلامت رسیدی. امیدوارم که چقدر قرار تو ایران بمونید؟ 1 ماه؟ 2 ماه. بله. ان شاء الله 2 ماهی که تو ایران میمونی خاطرات خوشی رو خوبی رو از ایران با خودت ببری. خیلی خوب فارسی صحبت میکنی. خودت سوئد زندگی میکنی؟ بله. سوئدی هم بلدی یعنی صحبت کنی؟ سوئدیم کامل آره، ولی 14 ساله بودم که رفتم سمت سوئد. که الان 25 سالمه. و 11 سال اونجا زندگی میکنیم. 8 سالم خانواده‌ام کنار. بسیار همالی، بسیار همالی. مرسی از اینکه من میدونم از راه دور اومدی تهران، دعوت ما رو پذیرفتی. ممنون از شما که کارم رو انداختی که مثل سری پیش 4 روز در مرز الاف نشدیم. دقیقاً تو 2-3 ساعت کل پروسه اداریمون رو انجام دادی. خدا رو شکر. تا شب رسیدیم تهران. واقعا هم خودم هم از طرف مادرم و خواهرم خیلی یعنی تشکر باعث افتخار. اگه شما نبودید یعنی الان روز 3 من ایرانم، شاید تا الان من در مرز میبودم، ماشینم قبض انبار میشد، چقدرم هزینه بیشتر شاید میکردم. چرا؟ چون پارسال من 1 ماه اومدم، در اصل ویزام 1 ماه بود، 26 روز من داخل ایران بودم. یعنی بعد از اینکه از گمرک ماشینم ترخیص شد 26 روز داخل ایران بودم. واقعا هم حسابی کلافی شده، هم خسته، همین که آقا پول بیشتری هزینه کردم. ولی طریق شما که اومدم خیلی متاسفانه یکی از مشکلاتی که اکثر گردشگرایی که با خودشون دارن حمل میکنن و دوچارش میشن همینه، میان و گرفتار دلال‌های مرزی میشن نه کمپانی‌ها. و یعنی کمپانی هایی که لایسنس مشخص دارن، وضعیتشون مشخصه، ریویو های مشخص دارن، بالاخره 4 بار این کار رو انجام دادن، وضعیت مشخصی دارن. ولی متاسفانه بعضی وقتا توی همه مرزها هم داریم، نه که حالا شما از بازرگان اومدید، ما همین داستان تو مرزهای جنوبی، تو مرزهای شرقی، تو مرزهای غربی کشور بالاخص این داریم. مرز حالا اسم نمیخوام بیارم، ولی خب مرزهای دیگر هم هستن و تو همه جای دنیا آدمای خوب و بد حضور دارن. بله ممکنه توی مرز هم برید به یک انسان شریف هم برخورد کنید ولی سلامت باشید، ولی ممکنه هم هست که برید توی مرز به یک پلیس بد، به یک آدم بد برخورد بکنید. ولی متاسفانه به خاطر اون تبلیغات منفی که روی ایران زیاد، پروپاگاندایی که ما داریم، همه میگن که آره ایران، بیای ایران. چون اکثر کسایی که با ما ارتباط میگیرن نگرانی داره که ماشینشون همون لحظه توقیف بشه مثلا. بله. ولی شما این دومین باره میام بله ایران. از طریق پلیس هیچ اتفاق، یعنی نه سری پیش توقیف شد نه این سری توقیف شد. مردم چی با پلاک چیز میبینن نگهت نمیدارن، اذیتت نمیکنن؟ نه اصلا. تازه بیشتر تحویل میگیرن به عنوان توریست. آره مثلا همین دیروز تو قم بودیم و اینا، طرف رد شد گفت where are you from، مثلا فکرش نمی که فارس باشیم. آره فهم که واقعا اروپایی. آره با پسر خاله من بودم. آره نه هم پلیسا خوب بودن با من رفتارشون، هم دید مردم واقعا. خدا رو شکر. ماشین خیلی قشنگی هم داری. ممنون. من پشت ماشینت نمیشینم با عنوان رانندگی، ولی میخوام باهات یه دوری اگر اجازه بدی با ماشین بزنیم ببینیم که چجوریه. به هر حال بنز خیلی تو ایران داریم، ولی خب پلاک سوئدی با راننده حرفه‌ای جوان که جرأت و جسارت داشته به ایران بیاد واقعا نداشتیم. سلامت. بریم دوری بزنیم ببینیم چه خبره. بریم آقا. بریم شهرمون هم بهتون نشون بدیم. بریم آقا. مدل ماشین چیه؟ 2015 اواخر 2015 اول 2016 ولی سنت 2015 خورده دیگه. بسیار. سوختش چیه؟ گازوئیل یا بنزینه؟ بنزین سوز. اینو از قبل اطلاع داشتم که با سوخت دیزل نباید بیاد. سخته میشه بیای، ولی یه خورده داستانه آره. خودشه. یعنی راحتی بنزینو نداری. بله. کارت سوخت و اینجور مشکلا نمیخوری، کارتش آزاده و همیشه در اساس دیگه بنزین کم نمیاد. بنزین همیشه تو ایران چیزی که زیاد داریم بنزینه. دقیقاً. اوکتان بوستر هم از همون مرز که میاد تا اکثر پمپ بنزینا دارن. قیمتش هم زیاد نیست. من سری بیش از اروپا بردم ولی این سری از اینجا بود. اگر شما هم میخواین با ماشین خودتون از سوئد، اروپا، آلمان و یا هر جای دیگه از دنیا به ایران بیاید، با ما در تماس باشید. ایران توریسم سنتر، من احمد جنتی، من و تیمم آمادگی اینو داریم که بهتون خدمات ورود موقت خودرو به ایران رو بدیم. همینطور که مشاهده میکنید پلاک ماشین مال سوئد هست، از سوئد تشریف آوردن به ایران، 2 ماه میهمان ما هستن و یک ادونچر واقعی رو دارن تجربه میکنن. اگر شما هم مایل به همچین تجربه‌ای هستید با ما در تماس باشید.